از آنان تهیه خواهیم کرد. پشت بلدیم زبان شما پشت تبا چی گفته طرف داری تو کمال روان کرد؟ ترکمن ما رو به زور اسکنجه به این چیزا روان کرده ما ولی خود نامدیم ما از خاطر به زور به مشتلقات و چوب زدن و به این دیگاه ما رو اینجا روان کرد. قبلا در کدام تنظیم بود؟ نه قبلا کدام تنظیم اشتراک نداشتیم. شما از اینکه از خانه و اولاد زندگیت هم دوی هستین و آمدین به جنگ یعنی چی مقصد داشتین شما به دری ترکمن حمله کنید؟ ما صاحب مقصد ما نبود، مقصد از امروزای پاکستان که بود و ما را به زور آورد. دو تاش دارم فیلم ندویش یک زن دارم دیگه بعدم مردم ما چهار غریب مردم هستیم. شما طلبا مداری به مذرب ما جور میکنن کسی کوتا آمد طولی مرد فریب داد بازی داد باز دادیم که آمد کوتا به چلونر سرای مردم جمع کرد. بعد از اون 20 لقب جد من خود 15 سرایل هستیم ما که یک رقم نیستیم. اگر کسی سالا 20 سال نرو کسی سا اینجا قصد میکنه مثل شمالی وای خدا خودش بهتر میدونه صاحب ملک الله خود اونا خود میگوین که ما در 14 ولایت گرفتیم یا 16 را گرفتیم بیایشم شاید با ما تسلیم شد لیکن از ما کار زور است در اجزا بزرگ که ما آمدیم یا دزگیر شدیم ما یا عجیب سنگیت نمیتونیم شما را دور آورده بود باز هم به عنوان یک فرد کوچک افغانی و مناطق مرکزی و به عنوان عضو حزب وحدت و مردم داخل و خارج پیام ما و سلام ما این است که مردم ما تا وقتی که تجاوز باشد تعدی باشد جنگ بالای مناطقشان باشد با تمام نیرو و قوا از حیثیت مردم خود و از منطقه خود و مناطق خود دفاع کنند. وقتی که یک جمعیتی یا یک حزبی یا یک تشکیلاتی مسئله را از روی منطق و تحلیل حل کنند مسئله نیست و مردم ما بدانند که مسئله قابل حل است و الا در ابعاد مختلف هم در بعد نظامی هم در بعد فرهنگی هم در بعد سیاسی هم در بعد مالی و اقتصادی از مال خود بگذرند و از اقتصاد خود صرف نظر کنند از حیثیت خود شرافت خود معنویت خود دفاع کنند. این پیام استاد معظم از اینکه وقتان را در اختیار ما گذاشتین و ما را به حضور پذیرفتین و شما تشکر می‌کنم. خواهی عزت خلق کردیم برای مذهب خود آبرو مذهب ما شما الحمدلله داشت به این آبرو در پیش همه مردم ثابت شد و افتخارات خلق کردیم. حزب وحدت افتخاراتی که در اثر مقاومت شیخ علی و همچنین در ترکمن و بولین پیش آمد هیچگاهی در تاریخ روم خود فراموش نخواهد چه ما به عنوان یک عسکری میگونه که در این واقعیت باشم چی کسان دیگی که بعدا بیاند چی تمام اعضای شورای عالی نظارت شورای مرکزی فداکاری های شما را فراموش نخواهد وجود همه شما افتخار میکنم تعارف هم نیست
با عنوان تظاهرم خدمت شما از ته دل مسلسل و از صمیم قلبی را میگم و خدا را دعا میگم که هیچ گونه قصد تظاهرم ندارم. با از صمیم قلب یه حرف هست که با وجود تک تک شما سرداران افتخار میکنیم و میبرم.
Thank you.